بعد به عربده و به سیاست اومد طرف شد، اشتلم کرده و سری سینه‌ش پیش دوانده، حرکت‌های پهلوانانه کرده. یادم است والله عالم سالی 2003 یا 2004 بود، بار همراهی یوسف عبدالسلاموف در یک جا نشسته بودیم. با جوان بسیار صالح نمازخوان یوسف عبدالسلاموف، میدونی نه؟ قهرمان از گشتنگیر است، در گشتن طرز آزاد در المپیاد جای دیوم گرفت، هم بلندترین مرتبه را این مرده گرفته است یوسف عبدالسلاموف. بعد گفت دوملو برای چی؟ گفت همین جوانای شما همین طرح میگردن، حالی رضریت گرفته است نگرفته است، اگه کاندیداتیش رو بسته همین تکتیفک زده و بعد کنده سینه را پیش میکنه و بعد دستاش همین تمت حرکت میکنن. گفتم یا مردم میترسونن رقیباشون به همین راه واسطه میترسونن. بعد گفت رقیب زور باشه و نترسه چی؟ گفتم رقیب زور کی باشه با یا اون رقیب زور میترسن. بعد در میدان که برمدن دست پاشون لرزه میگیره، گوشت گرفتن نمیتونن. همطوری حزب شوخی باید مراد بدل شده بود. حقیقتا اسید هم همون کتف زده و سیاست کرده اومد ناز شو که شما چینو معقول میکنه در این باقی ما در اومده تز سویتون گم کنه ایجا دشنا و معقولت زیاد کرد که دیگه من همیجا نبینم تون. مصعب بسیار دلیر بود. این شخصایی که مکتب محمد صلی الله علیه و سلم مگذشت یان ایو را به همون یک خراب میترسونی، با یک حسن معامله و معاشرت زیبا. گفت یا اسید. وقتی که اسید به اومد اسد ابن زراره تاکیدش کرد که این یکی از سرورای علم قبیله است، اگر به شرطی که تو بتونی و ایران مسلمان کنی انشالله کارمو به اوج میرسه، بسیار فایده و منفعت زیاد از ایمان میگیریم. از همه خاطر مصعبم با یک نزاکت زیبایی گفت یا اسید ما تو را سخت احترام میکنیم، تو را پدرت قهرمان بود. واقعا پدر اسید ابن حضیر یک قهرمان بود. 2 سال قبل از همین واقعه که ما بیان کرده استیم بین اوس خزرج جنگ شد. قبیله خزرج شمارهشون نسبت اوس زیادتر بود. از همین خاطر او جنگ با نام جنگ بعوس معروف است. در هنگام جنگ اوسی ها شکست خوردن گریختن. بعد از قفا خزرجی ها طعنه‌شون زدن که شما همین قد مردی دوره، همون تکی از برین ایزور کرته پوشه اوخی ایزوری زنکی پوشه چو بگیره شما مردی را. و همین سخن به گوش پدر یعنی اسید به گوش حضیر رسید که یکی از سردارای اوس بود. شما ناموسی برده که ببینه نیزه شگریف در ران پشت انداخت و خدش از پرتافت. وقتی که قبیله دیدن که سردارشو زخمی شده است او نفهمیدن که این خودش چه زخمی کرده است. اومدن بالای سرش که بیا برداریمت. گفت نه قسم به خدا همین جام نمی جنبم، از این حال در مردن تان شما را به ناموسا زن فرزندتون هم پر تو یک جا میگریزه. بگذار مرا در همیجا پارا کنن خزرجی ها، شرم حیاش در تاریخ به نام شما میمونه. وقتی این سخن اوسی ها شنیدن دیگه موندن بیچاره به یگان راه و وسیله قفا گشتن. از بس که علمکی بدن چنان به شدت جنگ کردن که خزرجی ها را شکست دادن. بعد خزرجی ها بگریختن. در جنگ بعوس آخران جنگ قبیله اوس که شمارش رو کمتر بود غلبه کرد و به شرافت انمی پدر یمی اسید حضیر که به همین راه و وسیله قومش از گریختن باز داشت و به هجوم گذاشتن غلبه کردن. مصعب ببینه از جای جانش قپید. پدر یک کس تعریف کنه البته معقولش میشود. گفت ما پدری تر تاریخش شنیدیم بسیار جوان مرد بود است، تا شیر بچه هم فرزند یعنی پدری غیور استی. من یک دهنگب دارم. گفت یک لحظه قطیمون بشی گوش کن، اگر قبول کردی خوب و نقص، اگر که نکردی تست سایمون میکشه به اینجا میریم، هرگیز دیگه نمیاییم. گفت انصفته، بسیار گپی خوب گفتی، انصاف کردی. حقیقتا وارا چی معنی کرده است از گوش کردن گپی تو؟ نیزه را گرفت در زمین خلانده اومد در پهلوشان شیشت. خیلی کو گپ زنه چی گپ داره؟
مصعب رضی الله عنه در ابتدا چند آیه از قرآن تلاوت کرد، چنان با جذبه، چنان زیبا. اسعد ابن زروره میگه قسم به خدا در چهره اسید دیدم حال اسلام را آورده رو شکفت، چهرهش دیگه در برق زدن در اومد، چشماش روشن شد. سبحان الله گفت این چه کلام است؟ مصعب گفت این کلام الله بزرگ است که توسط محمد صلی الله علیه و سلم به ما و شما نازل شده است، به ما و شما فرستاده شده است. اسید گفت چه بگو منم مسلمان بشوم، چیکار کنم؟ مصعب گفت زود برا غسل کن، لباسای تازه و آزاده، لباسات اگر مقصد نجاست داشته باشن عوض کن، بیا کلمه شهادت بر زبان بران، در رکعت نماز بخون، انشاءالله تو شریکی ما بشی. اسیدم در حال غسل کرده آمد، کلمه شهادت بر زبان راند، در رکعت نماز خواند، شد مسلمان. بعد گفت حال پیش شما گفت سروری قبیله اوس سعد ابن معاذ میفرستم، یک چیز در یاد داشته باشه که اگر همین مرد مسلمان شوه تمام اوس مسلمان میشوه. هیچ کس فرموده ای یک سری موی خارج نمیشوه. برای تمام قوه حافظه و تمام هنر استعداد اختونه استفاده بره. و آمد به نزد قوم، آمد که سعد ابن معاذ قطعی کمپانی ششتگی صحبت دارن، او وقت ولی شراب حرام نبود، بعد اینا ولی مسلمان نشید، یعنی همون ستا زده است، یعنی برای گرم کردن این مجلس. اما سعد ابن معاذ ناخواست چشمش در اسید غلطید، یک 10 متر دورتر اومده است، چشماش دید نور دارن، چهرش نور میباره. گفت قسم به خدا این اسید دگرگون شد، این اسید پیشینه ده نمیمونه، اینا چی دردی رسیدش؟ آمد نزدش گفت چیکار کردی؟ گفت رفتم خیلی دشنا محقارت شو کردم، بسیار جوانای با ادب صالح بدین، گفتم با دل جان قبول این حوزی میریم، حوزی هم نام خورده استفاده، گفتن همین نام رو میخریم میخیزیم میریم. لیکن گفت من یک چیز دیگه شنیدم یا سعد، قوم بنی حاریثه با قصد کشتن اسعد ابن زروره شمشیر گرفتن و وعده استیان، میخواهن هم پسر خولای تر بکشن تا تو خجالت زده و شرمنده شی. برای به آبرو کردن تو بنی حاریثه میخواهن اسعد کشن. اگه این اسعد پسر خولای سعد است که به قبیله اوس اومده است، نباشه خزرجی ها جرأت نمیکردن نزد اوسی ها بیایند، یا اوسی ها جرأت نمیکردن نزد خزرجی ها روند. این بنی حاریثه هم یکی از همون قبایل اوس است. اسید اینجا دروغ گفت از خودش، اگر ایگا پناه میگفت سعد ایجوش نمیخیست. وقتی ای سخن گفت خون در سری سعد زد، پری در جاش خیست، نعره زنان شتابان اومد نزد شو، گفت یا اسعد عجلت رسیده، چی درد داری؟ ای بدبخت خاطری همون بیوه خوله ماینه باشه پوره پورت میکنم. چکار میکنی تو؟ چرا تو به جای ما اومدی؟ تو مگر کینه و کدورتی بین خزرج اوس نمیدونی؟ جوانمرد همیشه یگان کس بکشد، سوال و جواب شرمندگی در کردن من میافته که پسری خولش در نزدش کشتم. خزه گفت خروبتونه بکشه، قطعی جوانی مکی قرشی. مصعب گفت یا سعد تو سروری قبیله هستی، تو پادشاهی قبیله هستی، این جایی که ما اومدیم حقیقتا مکانی تو هست، محل مرزی تو هست، به اجازت اومده معذرت، اما امکان داری که یک دهن سخن ما را گوش کنی و توکلت به خدا. قسم به خدا گفت اگر به تو معقول نشوه دیگه حیات داریم، کوشش میکنیم که در چشمت نرسیم، در چشمت همین چشم رس نبینیم. او را چی میشوه ترا که گپ گوش کنی؟ سعد بن معاذ بسیار خیرتمند بود، با عقل بود، سردار قبیله به خیرت میشود. گفت انصاف کردی، گپی درست گفتی، الحمدلله من هم قدر عقل فراست دارم که سخن سره را از ناسره جدا کنم. مثل اسید
نیزش در زمین خلانده آمد در نس ششید گفت گپ زنی و مصعب شروع کرد. آخی این قرآن بزرگ این جاذبه ای داره. سبحان الله. وقتی در نزد سعد قرآن تلاوت کرد سعد آب و ادا شد. با خود اندیشه کرد که یا سعد اینجا کلام خدا را در نزد خونده استیان در صورتی که تو با پند نصیحتی بنی قریظه یهود عمل میکنی. اوسی ها با بنی قریظه با قوم از یهود معاهده و دوستی داشتن، شرطنامه داشتن و همون یهودی های بنی قریظه سعد ابن معاذ ترس داده بودن که خوش در سرت بگی میگن یک پیغمبر پیدا شده است، این به هیچ وجه پیغمبر نیست، زیرا که پیغمبرها فقط باید از بنی اسرائیل باشن، از بین یهود باشن. اینا خیلی فند فریبش میکردن بیچاره را. از همون خاطر سعد ابن معاذ در ابتدا بسیار با یک تیزی و تندی و خشم آمدن اینا را استقبال کرد. اما وقتی آیه قرآن گوش کرد گفت آیا به تو ارزنده است که تو سخن خدا موندگی، سخن خدا که به زبان مادری تو به زبان عربی به این حد اعجاز بیان شده است، گپ کدام یا یهودی بدبخت گوش کنی؟ عقلی تو کو؟ تو نخوا در مقایسه و در صلح صلاح بین عرب ها یهودی ها را داور کنی. یهود بطر داوری کرده میتونه، در هر کار داور کسی را میکنن که ورزیده باشه، عقلش برسه، با فهم باشه. آیا میسزد که برای گپی بنی قریظه تو کلام خدا را ترک کنی؟ ببینه خدای تعالی که هدایتت کنه چه راه میابی. ابو جهل ملعونه که خیش تبار رسول الله صلی الله علیه و سلم است، با چشمش چندین معجزه ها را دید، قرآن از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنید. خداوند که از هدایت محرومش کرده بود تا چند گمراهتر و گمراهتر میشد. اما سعد ابن معاذ پهلوانی که ببینه حضرت صلی الله علیه و سلم با چشم ندیده بود، وقتی قرآن شنید خداوند که هدایتش کرد دیگرگون شد. حال اسلام نه آورده رنگ روش تغییر یافت. اسعد در گوش مصعب گفت قسم به خدا این حال مسلمان نشید است، از چهرش نور باریده است، انشالله قلبش نرم شد. سعد ابن معاذ همه مثبت منفی ها را یک سه گذاشته، اندیشه کرد که واقعا حق به جانب خدا و پیغمبر خدا است. حقیقتا در هر کار قضاوت باید شخصی که ورزیده باشد. یک آدمی که چیزی را نمیفهمه اگر همون را داور موندی در بین خوزیش موندی یا حکم میکنه که دو طرف همه را شرمنده و رسوا میکنه. این حقیقت دارد.